السلام علیکم محترم پدران و برادران اهل اسلام. الحمدلله که خداوند جل جلاله باز به ما و شما مهلتی داد که به یک جایگی در این ماه مبارکه ذوالحجه، در این ماه حج، در این ماهی که ماه قربانی است، خداوند جل جلاله ما و شما را باز به این روز رسانید و خداوند جل جلاله نصیب بگرداند که این دهه مبارکه ذوالحجه که بسیار اجر ثواب زیادی دارد، خدا نصیب بگرداند که به طاعت عبادت و به روزه و به نمازها به خیر صدقات خداوند ما را موفق بگرداند. جمعه گذشته وعده کرده بودیم در باب حضرت عیسی علیه السلام، اما این دهه مبارکه ماه ذوالحجه است. البته که باز ضرورتر شمردیم که از حضرت عیسی دیده البته که قربانی حکمش واجب است. در باب قربانی و عید قربان چند سخنی بکنیم. تا امروز البته که از مرکز اسلامی خب یگان فتوا یگان اعلانی نشده است، اما به حساب اجازه بود دیگر حساب ها قطعی روز عید روز جمعه می شود، روز 21 ماه همین ینور. اگر به شرطی که تا به روز جمعه باز یگان اعلان دیگری که اگر بشود از مفتیان و همون اعلان شدگیره قبول میکنیم، اما اگر هیچ کی نشید همون حساب ها قطعی به روز جمعه میشد 21. اولا از اصل باید بدانیم که قربانی حکمش چیست و تاریخ اون چگونه است. خداوند جل جلاله در سوره مبارکه صافات بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیه های مبارکه فرستاد که از تاریخ حضرت ابراهیم و قربان شدن اسماعیل علیه السلام اون آیت ها به حبیب خدا خبر می دهد و به همه امتش تا به روز قیامت که آگاه بشویم که حضرت ابراهیم اسماعیل شکل قربانی کردن و حکم این قربانی چیست. خداوند جل جلاله در سوره مبارکه صافات آیه مبارکه فرستاد که استعذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سلام علی ابراهیم صدق الله العظیم. زمانی که ابراهیم علیه السلام هرچند قوم خود را دعوت کرد به عبادت خدای یکتا، اون قوم سرکشی مشرک ملحدی بودن که بت پرست بودن، هیکل ها می تراشیدن و پیش او سرخم می کردن، تعظیم می کردن. ولی بعضی مسلمان ما و شما است و پیش هیکل می رو گل می مونه و تعظیم میکنن، سرش خم میکنن. در همون زمان هم همی خیل بود او سنگ قاقه کجا تعظیم میکنی؟ مسلمانی هرچند که دعوت کرد دعوتش نپذیرفتن، عاقبت الامر حکمش کردن که آتش زیاد هیزم جمع کنن او را به آتش باندازن. اولین کسی که دشمن شد، اولین کسی که را گفت پدرش بود. بعد از امتحان آتش گذشتن ابراهیم علیه السلام از اون شهر برآمد که خداوند جل جلاله این آیه ها را به رسول الله فرستاد که حضرت ابراهیم علیه السلام گفت قال انی ذاهب الی ربی سیهدین. از اون ملک برآمد به طرف شام روان شد، به سوی پروردگارم میروم. گفت ذاهب الی ربی سیهدین، خداوند جل جلاله خودش هدایت میکند منو. وقتی که ابراهیم علیه السلام خلیل الله دوست خدا برآمده که میرفت،
ساره خاتون رضی الله عنها و هاجره رضی الله تعالی عنها با همراهیش بود. اما در راه وقتی که از این قوم ملحد بسیار دل شکسته شد، دل مبارک آزرده شد، همه قدم به قدم در ذکر فکر الله جل جلاله قدم زده میرفت و دعا کرد که ربی حبل من الصالحین، خدایا مرا فرزندی صالح عطا بکن، هب کن برای من صالح، یک فرزندی صالح خوب به من عطا بکن. خداوند جل جلاله دعای ابراهیم علیه السلام قبول کرد، تیر دعا و هدف رسید، مستجاب شد. خداوند در جوابش گفت فبشرناه بغلام حلیم. خداوند جل جلاله گفت که ما بشارت دادیم، مژده گرفتیم، بشارت دادیم، سخن خوش و ابراهیم علیه السلام رسانیدیم. فبشرناه بغلام حلیم، با یک پسر حلیم، نرمدل، مهربان، با تمکین، با صبر، بردبار. خدا گفت ما را بشارت دادیم که ابراهیم به تو ما فرزندی عطا میکنیم که همین صفت ها را داراست. چند سال گذشت که حضرت ابراهیم علیه السلام زمان قربانی کردن حضرت اسماعیل ده، عمر مبارکشان به 86 رسیدگی بود. ذبح اسماعیل در 86 سالگی پدرش ابراهیم علیه السلام بود که ابراهیم علیه السلام اون زمانی که البته که خلیل خدا بود که همه کائنات او را میدانستن که خلیل خدا هست، عمر مبارکه اسماعیل به 8 سالگی رسید. بعض قولها 13 ساله هم گفتگی هستند که به یک سین سال رسید که فلما بلغ معه سعی، عمر مبارکش به یک جای رسید اسماعیل علیه السلام، اسماعیل ذبیحه که به کار کردن مشغول بود. بسیار یک فرزند زیبای نازنین خداوند به ابراهیم عطا کرد که چشم قاش سیاهی بسیار زیبا، موی زیبا، که حضرت ابراهیم علیه السلام خودشان میجه های درازی داشتن، بسیار حسن نیکویی داشتن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در شب معراج همه پیغمبرها را که دید، همه پیغمبرها و زیارت پیغمبر امام شرف که شدن، وقتی که گشته آمد هر یک پیغمبر صفت میکرد که این پیغمبر صورتش ایخیل است، صفتش ایخیل است. بعدن صحابه سوال کردن که یا رسول الله، ابراهیم خلیل علیه السلام صورتش به چی صورتش، یعنی که حسنش به کی مانند بود؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اشاره به طرف خودشون کردن، گفتن که به من مانند بود. یعنی ابراهیم علیه السلام چهره مبارکشون به چهره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مانندی داشتن. اسماعیل علیه السلام هم حسن زیادی داشتن. بعداً یک زمانی بود که به حضرت ابراهیم کار میکرد، به خس آوردن و هیزم آوردن و به چرانیدن گوسفند دیگر کارها که مشغول میشد، محبت اسماعیل در دل ابراهیم علیه السلام روز به روز زیاد میشد، مستحکم میشد. عبادتی که ابراهیم میکرد هیچ کس در اون زمان به مثل ابراهیم علیه السلام عبادت نمیکرد. بعداً امتحان الهی، سختترین امتحان، دشوارترین و مشکلترین امتحانی که آمد به سر ابراهیم خلیل علیه السلام بود. امتحان چی بود؟ به ذبح کردن، قربانی کردن فرزند. البته که این امتحانی هست که اگر هر یک شخص فکر کند بسیار یک امتحان مشکل است که چخیل خودت گرفته دست پای فرزند میبندی و با یک کار او را ذبحش میکنی. امتحان الهی به ابراهیم علیه السلام آمد. در خواب دید در همین ماه ذوالحجه شب 8، 9 و 10، 8 روزی ماه ذوالحجه را یوم ترویه میگن، روزی 9 عرفه میگن،
روزی دهمش نحر میگن. تربیه گفته تفکر. ابراهیم علیه السلام شب خواب دید که فرزند قربانی کن، فکر کرد که آیا این خواب من رحمانی باشد یا نه، فکر کرد. شب دیمش عرفه، شب دیم شناخت، خواب دید باز امری به قربانی شد. عرفه گفته شناختن. شب سیمش که روزش سحرش عید قربان است، یعنی یوم نحر است، در اون روز حقیقت شد که این چی است که خواب رحمانی است، امر خداوند جل جلاله است که اسماعیل ذبح بکن، قربانی بکن. وقتی که این امر شد، ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل علیه السلام آمد به نزد هاجره و هاجره رضی الله عنها را امر کرد که اسماعیل بگیر بشو پاکیزش بکن، سر چشمش نیکو بکن، موهاشو بباف که موهای درازی داشت تا کتف، همه بهترین لباسشو بپوشان. یک دوستی دارم که به نزد او میرم، که خداوند جل جلاله رو دوست نامبر کرد ابراهیم علیه السلام، که حضرت مولوی جنون همین منظره را برشته نظم در آورد که خلیل الله ناگاه دید در خواب، به قربانی ولد شد امر وهاب. یکی فرزند بودش نوری دیده، زیتاری رشته جان برگزیده، رخش گلبرگی توتیده تکلم، لبش چون غنچه میدان تبسم. دگه سو در خرامش چتر سنبل، با گلزاری خلیل الله بلبل. بگفت ایزید که قربان کن ولد را، زی مهری او بکن فارغ کبد را. خلیل الله شد از خواب بیدار، بشد قایم به امر ذات جبار. و سوی اهل خود هاجر بفرمود، سر و گیسوی اسماعیل بشو زود. بزن شانه به زلفی عنبرینش، بشونه کو دروی نازنینش. ابراهیم علیه السلام امر کرد. بعداً هاجر خاتون رضی الله عنها به آن فکری که ابراهیم ایره نیکو میکند، لباس نیکو ده امر کرد بپوشان، سر روش همش پاک بکن که به پیش یک دوستم به زیارت میرویم. و همین نیت هاجر رضی الله عنها او را شست پاک کرد و سر و روش همش. بعداً حضرت ابراهیم علیه السلام یک کارد تیزی الماسی گرفت و آستین کرد و یک ریسمان دیگر به آستین دیگر کرد و اسماعیل علیه السلام قطعی اردشان برآمدند و به طرف مینا روان شدند. به طرف مینا روان شدند که خداوند جل جلاله در آیه مبارکه می فرماید که استعذ بالله فلما بلغ معه سعی قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. خداوند جل جلاله میگوید که ابراهیم وقتی که براه میرفتن آل به مینا نارسیده، حضرت ابراهیم علیه السلام نگاه میکرد. حضرت اسماعیل سر و رو هم از با لباسهای نو پوشیدن پیشا پیش پدر میدوید. خیرامان بچه 8 یا که 10 ساله دویده و پریده و شادان میرفت پیش ابراهیم علیه السلام. بعضی مؤرخا گفتن اولا ابلیس لعین آمد ابراهیم علیه السلام گفت که ابراهیم تو آیا دلی تو می شود که همین فرزندی زیبایی که اینقدر پیشا پیش تو خیرامان می رود، این چشم سیاهی او را ببین، میجه و ابروی زیبای ای را ببین، روحی به مثل ماهی روشنی ای را ببین، آیا دلی تو می شود که ای را قربانی کنی؟ آیا دلی تو می شود که ای را دست پاش ببندی و ذبحش بکنی؟ ابراهیم علیه السلام او را رد کرد، گفت که ملعون، گفت از نزد من دور بشو که امر وهاب است، امر خداوند جل جلاله است. همون خدایی که را به من عطا کرد، خدا امر کرد است که را قربانی بکن. اگر 100,000 فرزند باشد فدای یک امر دوست. اون ابلیس ملعون از ابراهیم علیه السلام وقتی که ناامید شد،
به پیش حضرت اسماعیل آمد، گفت که ای اسماعیل، آیا تو خبر داری، آیا تو آگاه هستی که پدرت را به کجا میبرد؟ گفت که به کجا؟ گفت پدرت را به کشتن میبرد. ای اسماعیل، تو آگاه باش که پدرت را به کشتن میبرد. اسماعیل گفت که ای پیر، گفت هیچ پدر فرزند نکشته است. گفت که اسماعیل گفت او گویا که خواب دیده است که خدا را امر کرده است که فرزند تا قربانی کن. که اسماعیل علیه السلام گفت که ای ملعون، گفت شناخت این ابلیس است، اگر 100,000 جان که من داشته باشم فدای امر خدا. از اینم ناامید شد. بعداً وقتی که رفتن به مینا نزدیک شدن، حضرت ابراهیم، خداوند از نام ابراهیم قصه میکند که قال یا بنی صیغه تصغیر. ابراهیم گفت که ای پسر جانم، گفت ای اسماعیل، گفت ای جان پدر، گفت این رأى فی المنام ان اصبحک، من در خواب دیدگی هستم امر خداوند جل جلاله هست که تو را قربانی بکنم، تو را ذبح بکنم. فانظر ماذا تری. ای اسماعیل گفت فانظر ماذا تری، بس نظر کن، ماذا تری، تو چی میگویی، تو چی میبینی در این حکم؟ اما در جواب او، حالا که پیشکی در آیه پیشینه خدا خبر دادگی بود که فبشرناه بغلام حلیم، ابراهیم ما بشارت دادیم به یک فرزند بردبار حلیم نیکو با صبر. گفته خداوند جل جلاله شد که حضرت اسماعیل گفت که یا ابتی، قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ای پدر، گفت بکن آنچه را که خدا به تو امر کرده است، ستجدنی ان شاء الله، که تو مرا از جمله صابرین میابی، از جمله کسان تو مرا میابی که صبر کننده است. بعداً ابراهیم علیه السلام اسماعیل ابن بور به بالا و نزد یک تیپه‌ای که در همون مینا هست، اسماعیل 3 مراتبه که سنگ انداخت، ابراهیم امر کرد که به سنگ بزنش، که ابلیس ملعون از 3 مراتب سنگ زد. امروز هم برای حاجیان واجب شده است که در 3 جا شیطان ها را سنگ میزنند. بعداً به قربانگاه، همون جایی که قربانی هست، اسماعیل علیه السلام بود. البته که یک منظره که حضرت ابراهیم علیه السلام عمر مبارک به 86 در 86 سالگیش قربانی میکرد. اسماعیل دسته های مبارک بالا زد و اون کارد الماسین تیز از آستین خود برآورد. اسماعیل علیه السلام و چهره مبارکه ابراهیم نگاه میکرد. ابراهیم علیه السلام آهسته بند از ریسمان از آستین دیگرش برآورد، پای های مبارکه اسماعیل محکم بست. بعداً گفت که ای پدر، گفت ای ابراهیم، ای پدر، گفت اسماعیل، گفت پیش از اونه که مرا ذبح میکنی چند سخنی به تو دارم، چند سخنی به تو دارم که سخنهای مرا، وصیت مرا گوش کن. ابراهیم علیه السلام کار به دست گرفت، نشست به زانو و بارها میشد که به آسمان نگاه میکرد، میگفت که خدایا ارحم ضعفی و کبر سینی، خدایا رحم کن ضعیفی مرا، خدایا رحم کن پیری مرا و کبر سینی کلان سالی مرا، خدایا رحم کن. خدایا اگر به سبب شومی گناهم اگر که تو مرا نبخشی، فرحم هذا الصبی صغیر الذی لا ذنب له، خدایا این کودک خردسالی که گناه ندارد تو به این رحم بکن. گفتن ابراهیم اشک میریزان. اسماعیل علیه السلام باز با او میگفت که وصیت دارم. ابراهیم گفت که بگو گفت ای اسماعیل جان، ای جان پدر، گفت بگو وصیت که تو چی میگویی، چی میخواهی؟ حضرت مولوی جنون باز برشته نظم در آورد این حالت. حضرت مولوی فرمود که بگفتا ای پدر دارم وصیت،
شنو ارزم که دارم از تو منت. اول آنکی مکن فرمان تأخیر، مرا کن در رضای دوست قربان. اول آنکه ای پدر در فرمان خدا دیری نکن، تأخیر نکن و فرمان خداوند جل جلاله وقتی که شد است تو ذبح به انجام برسان در آن. ولیکن بند دست پای من سخت، که جان از داری فانی تا کشد رخت. دست پا ما گفت ای پدر بزرگوار گفت سخت ببند که در حالت جان کندن. مبادای زنم چون دست پای و درگاهی خدا گردد خطای. در حالتی که وقتی که ذبح میکنی جان شیرینی بکنه و دست پا بزنم، شاید که پای ما دستی ما به بدن مبارکی تو برسه در نزد خدا خطا شود. این یکم وصیت. دیگر آنکی به وقتی کاردرانی، نگاهی خود بروی من نمانی. دیگر ای پدر گفت در حالت کار دراندن و بریدن رو تا از روی من دور بکن، بروی من نگاه نکن که پدر را روی فرزند از شیرین، مبادایت فتد از دست سکین. روی فرزند برای پدر بسیار شیرین است، شاید که مهر و محبت در دل تو جوش بزند و تو در امر خدا تأخیری بکنی. در حالت کار راندن بر روی من نگاه نکن. پدر را روی فرزند از شیرین، مبادا یافتد از دست سیکین. دیگر وصیت بگو با مادرم از من سلامی، رسان از سوی این خسته پیامی. دیگر وصیت می که پدر گفت به مادرم به هاجره سلامی مرا برسان، از نام این خسته و بیچاره سلامی مرا برسان. مادر ما بگو که صبر کنه، تحمل کنه، غمی مرا برداشت بکنه. مبادای خراشد از غمم روی، بگیرید زار از مرگم کند موی. رضا باشد به فرمان الهی، بلاهی سینه اش نار از سیاهی. شاید که مادرم از غمی من روش بخراشه، یا موه بکنه، یا گریه کند، یا عشق بریزاند، یا به سینهش یک سیاهی در دلی او پیدا شود. به مادرم این سلامی مرا برسان، این سخنه بگو. دیگر وصیت همین که به حضرت ابراهیم علیه السلام نگاه کرده و مثل یک چاروایی که دست پا بسته است، ابراهیم دست پا بستگی و چشمان نرگسی نگاه میکرد. ابراهیم علیه السلام اشک میریزاند، گوش میداد. دیگر گفت که ای پدر گفت دیگر وقتی که من از ذبح که کردی، همین پیرهن، همین کرته سفید نوی که من پوشیده بر بدن من هست، گفت همین وقتی که ذبح مرا که بجا آوردی به من کفن بکن که فردا همین سرخی، همین یعنی که کفن در نزد خدا شهادت بده. دیگر همین که پدر گفت زمانی که قربانی کردی مرا، زمانی که از دنیا ما گذشته شدم، مرا به قبر سپاریدی، در بهاران در دشت کوها وقتی که سفر میکنی، وقتی که میبینی در همه چمنها لاله های سرخ در بین علفها همه سرخی که میکنن، از رخساره های بخون آغشته ما بیاد بیار. ابراهیم علیه السلام عشق میریزان و وصیت های اسماعیل گوش میکرد. دیگر گفت ای پدر گفت دستامو بکشا. گفت برای چی اسماعیل؟ گفت ای جان برای چی؟ گفت که دستی بسته، گفت یک آدم گریزه را میبرد، دستای مرا کشاده بکن که در راه رضای خداوند من دستی کشاده مرا ذبح بکن. بعدا ابراهیم علیه السلام اون کارد الماسین تیزه از آسین بدر کرد و ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام برو به زمین خوابانی و هر چند که بگردنی او گذاشت او را زور میزد، اما اون کار نمیبرید. این زمان بود که امتحان الهی به سر حضرت ابراهیم علیه السلام آمده بود که در این امتحان همه فرشته های زمین و آسمان حاضر بودند. همه زمین و آسمان فرشته نگاه میکردن، اشک میریزوندن که خدایا رحم کن،
رحم کن خدایا که یک پیغمبری دیگر را بکشد. گفته خدایا به اینها رحم بکفته. فرشته ها اشک میریزاندن. بعدا هرچند که کار دکیران اما کار نمیبری. ابراهیم علیه السلام در غضب آمد. غضب کرده به دشنه غیرت آهنگ بزد آن کارد را از قهر بر سنگ. و پیشش بود آنجا سنگی خاره بشد از ضربتی تیغش دو پاره. از قهر بسیار که نمیبرد گفته در امر خدا تأخیر می شود. بکار زد یک سنگ کلانی بود که دو پاره شد اما گردن اسماعیل نبرید. و عاقبت الامر کار به سخن آمد. گفت که ابراهیم تو به من امر میکنی که ببر، اما از بالا خداوند جل جلاله 70 بار ندا به من میکند که 70 بار ندا شد که نبر حلقوم اسماعیل نبر. تو میگویی ببر، خدا امر میکند که نبر. 70 بار این ندا را شنیدم. بعدا کار باز به سخن آمد. گفت که ابراهیم گفت زمانی که گفت ترا در آتش نمرود که انداختن برای چی آتش قابلیتی سوزاندن داشته ترا نسوزان؟ گفت که امر خدا بود. خدا امر کرد که یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، ای آتش سرد بشه تو نسوزان ابراهیم علیه السلام. ابراهیم سالم نگه بدار. این چنین کار گفت که امر خدا با من شده است که نبرم حلقوم اسماعیل. بعدا در همین حالت بودن که جبرائیل علیه السلام از بالا از آسمان یک قشقار به دستش بود. از دور آوازی جبرائیل علیه السلام برآمد که الله اکبر الله اکبر. ابراهیم علیه السلام صدای بشارت که شنید گفت لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر. اسماعیل علیه السلام آواز بشارت که شنید الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. انا همین تکبیری تشریقه که ما و شما گفتنش برای ما و شما واجب است. در اینجا 3 پیغمبر قولش هست. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. این یک امتحان آشکارا و ابراهیم علیه السلام بود که از این امتحان ابراهیم علیه السلام به خوبی گذشت. انا همین تکبیر تشریق اکن به مسئله های فقهی میگذاریم که اینا روز جمعه روز عید است. تکبیر تشریق ما و شما از روز پنجشنبه سر میکنیم. و یجب قوله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر والله اکبر حمد ولله الحمد. عقیب کل فرض اودیت به جماعت مستحبتین در کتاب ها در مسئله ها میگن از روز عرفه سر میکنیم. ایره همه تان بشنوید در مسجد ها در خانه ها تنها گذارم که در همون خاندان هم بعد فرض همین ذکر بکنن الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. ثواب 3 به هر یک تکرار کردگی خداوند جل جلاله در نامه اعمال ما و شما ثواب 3 پیغمبر نصیب میگرداند. 3 پیغمبر جبرائیل، ابراهیم علیه السلام و اسماعیل ذبیح علیه السلام. در جماعت ها هم که باشد نماز فرضه که وقتی که سلام داد ایمان باید که جماعت همه بگن. البته بعضی ها سوال کردن که 1 مراتب یا 3 مراتب. 1 مراتب گفتنش واجب است، اما اگر 3 مراتب تکرارش کنن بسیار خوب است. این ذکر است. 3 مراتب هم تکرارش کنن بسیار خوب است، اما 1 مراتب تکرار کردنش واجب است. خب در 23 وقت نماز، یعنی که روز پنجشنبه از نماز بعد نماز بامداد سر می شود. روز پنجشنبه یعنی 1 روز پیش از عید
بعد نماز بام داد فرض که سلام دادیم همین ذکر میکنیم در پیشین، در عصر، در شام، در خفتن، همین 5 وقت نماز این تکبیرها را گفتن میگیریم. روز عید میگوییم 10 روز شد، روز جمعه، روز شنبه 15 روز، روز یکشنبه 20 روز، روز دوشنبه 23. یعنی که تا نماز عصر میگوییم. روز دوشنبه اخیران روز عید است، روز دوشنبه تا نماز عصر. یعنی عید قربان همون یک روز عید قربان، 3 روز دیگه بعدش 4 روز ایام منهیان. روز عید ماه شریف رمضان 1 روز از سحر تا بگه تمام بگه شد عید خلاص شد تمام. اما عید قربان 4 روز است با همراهی روز عید. همین تکبیر تشریق اما ما 5 روز میگوییم، 1 روز پیش عید بعدی بامداد تا روز دوشنبه نماز عصر همه باید که تکرار کنه. اگر امام هم که ترکش کنه پیش میدر آمده فراموش هم که کنه از عقیب باید معتم آوازش بده که هم ایره چکار کنه تکبیر تشریق بگه. که حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه شاگرد امام اعظم در عرفات که امام اعظم رحمت الله علیه از قفا بود، امام ابو یوسف در نماز پیش در آمدگی به تکبیر میگه فراموش کردم. هیبت امام اعظم ابو حنیفه به ما یک واهمه لغت کرد که تکبیر تشریق فراموش کردم. از بین قوم آوازش برآمد که الله اکبر الله اکبر تا آخرش رو بعداً ذکر گفتیم. یعنی که ولا یدعه المؤتم ولو ترک الامامه، مؤتم ترکش نمیکنه اگر چند امام ترکش کنه. این در باب تکبیر تشریق است که به همه خاندان ها برسانیم، خصوصا امام هایی که در مسجد های 5 وقته هستند اونها ایره به قوم هاشون بفهمونن که تکبیر تشریق فراموش نکنن، که البته وسوسه شیطان است که فراموش می شود. خب از بین قوم یک کس که بیادش هم که بزنه بلند بگه همه با یک آواز همه تکبیر تشریق گفتن میگیرن تا روزی دوشنبه را نماز عصر، از روزی پنجشنبه سر می شود.